ناموس فروختی، تو پدر فروختی، تو مادر فروختی، تو فرزندات فروختی برای پول مال دنیا جورا. از من خفه نشه. آخه تو مجبور تو قطعی ما گپ زدی، مجبور تو مرا گفتی، مردکی را مت گفتم که ما خدمت میکنم. رحیم برادر تهمت کن، علی اکبر برادر تهمت کن، با نسیمت رو وردستین. صدقه آدم گرید که نتره. همین اینجا میگه که گلوسوم دا اسم شریف علیش که میگه. کی کده کی پردل کاکای موندای؟ بردار عزیز قرار دارم در جمعه شیف و فرموش خیلی که گفتیم بردار عزیز بی پول هم برای زنها هم برای مردها میتونیم که بیایم هجوما کنیم. برادر عزیز شخصانت که میایم برادر تو از همین میگیری بخوای چوی پولیش همین نخوای هیچی. برادر عزیز هجومات همه که نفت تابوچ کامید روی کار نده مثلا چی دوروی دیگه در کار باشه بخوای میگیری نخوای هیچی. تو نیایی نبینی هیچی را نمیفهمی. تو نیایی نبینی هیچی را نمیفهمی. برادر عزیز بیاین ببینیم با چشماتون بدونین که چی گپ است. خدا نگهدار. اکاجان درباره شرط شرایط در شرکت بیت الله معلومات میدادین؟ خورد و خوراک، جای خواب، مهمانخانه. خورد و خوراک بهترین، مهمانخانه نزدیک حرم بهترین. شرایط چقدر؟ شرایط خوب است الحمدلله. خورد و خوراک در وقت هسته؟ در وقت ساعتش خورد و خوراک است. شرایط در مهمانخانه چقدر؟ بهترین شرایط. بهترین. اما معقول خیر. و علیکم السلام. سوزی که خوبه؟ سوزی سلامتیت خوبه؟ الحمدلله رحمت شما خوبه. اینا تا همون راهی گفتگی برای. علیکم السلام. سوزی جورا خوبی تینجی؟ شکرم اکل انگاری همون چقدری که شما هم ویدیو را من پاک گفتم شما دا گفتن که من میمونم ولی نمونده پیش یه روز پیش بد یک کس مرا زنگ زد اینام شما گفت اگر از خدا بترس. تو نمر کی زنگت زد؟ واتساپ دا زنگ زد فهمیدی واتساپ دا من نمرش سخنی کارگی بودم. من رفتم پیش یک پروگرامیست گفتم من امیر زد من تو دا کزار نکنم قرار نمیستم. رفتم دینا گفت که 24 ساعته واتساپ سخنی کارگی و دلی چی دگه گفت من عادل محمود دفتر بود گفتم که بودم امورا چی آخه تو مرا گوش که جورا تیا بور گوش که گپا. آخه چه خیل شما کی را فهم کسی که اسم شریف خودش گفته است بعد دهن هول که قطعی منیجری ما گپ زده قطعی شوگردی ما گپ زدهش. من قطعی منیجری او گپ زدم راست میگه. او بعدی او ما قطعی منیجری او شاو بزن زد گپ زدم راست میگه. قطعی منیجرش گپ زد اگه محکمه بگردن میگیرم او پیش ایل کل ویدیو را پرت افتادم شما در یوتیوب نه پرت افتاده. من همون روزی که به ساعتو یک دو ای بچه تو چی بعد دروغ میگوی که من روز 11 سپتامبر روز 11 چیسلو ما ویدیو را پرت افتادیم. گپ توغریه که روز 11 فردادی گپ توغریه من اگون گپ چی نمیگم پیش ای او میگم یه روز پیش یا 2 روز پیش من ویدیو را شما در روی کم باری شما در یوتیوب نمونده بودید. پیش ای او گپ توغری من دوادر که دکمتو را باید چی میکم اتمام باید مسکوی را میکم نتونست رفته گشت اومد ایره ای چی افتوبوس. ای بچه ده همی جاش هم دروغ گفتی. این همی جاش دانی دروغ گفته استای. ای کار پاره روز بدوخی چی بعد دروغ میگوی؟ ای کار پاره روز پیش ای پاره روز بوده که پیش ای آخی من قطعیت گپ زدم مطرح گفتمت کی سوم پومت ای خودت چیزی جمع شوه ای خودت کومی که دکمین کردن چی چیزی در کوره ما در روی که بیاین هم مسکده همه شما خدا میکنم. گفتم هم خیل گفتم زبارت گوش که برادر گوش که زبارت ها گفتی زبارت ها هوی کردم یکم سومت گفتم نه من سوم پومت طلب نکرد. خراشو ما ویدیو تا هوی کردم تو حد اقل مرا زنگ زدی رحمتم گفتی؟ نگفتیم. نگفته ای کیسای خودم با نبرات دستگیریت کم یوردمت کم مسلمانی همی جا به دسته کی حاضرت نمی جا پاک گیزه دروغ گفته استای. نگاه که یکم دروغت که گفته استای که مرا کمی زنگم زد. دیم دروغت که تو دانه جا گب زیسته ما قطعی فلونچه گب زدم بهمدونچه گب زدم. سیمش تو در کجا
کی را زنگ زده؟ نو برادر بلاگر همساده همنوا نو برادر علی اکبر. تا گفتی که جورم ای. گپ توغری من او از انامو را من راست میکنم جاشم گفتگیم که انامو علی اکبر دنه من دیگه کس دا یک بچه دیگه ایو زینامش هم میدونستم بلا یادم برام ای بچه تو علی اکبر گفتی سبحان الله. تاشتا خراشو تو هازی گفتنی کی او بچه ما دا زنگ زده ای که قطعی ما گب زده مورا 100,000 گفتم تو اونا تید ای گوش که چم تو دلشی دروز گب زیسته ما همو قدروغات برومده استای لوچی ساری محل دروغات هم مهن کن دروغ نگو از خدا شرم کن از روز قیامتت بترس مرد بچگی تا قویل شا مرد بچگی تا برای سوم برای مال دنیا تو ناموس تا فروختی تو پدر تا فروختی تو مادر تا فروختی تو فرزندو تا فروختی برای پول مال دنیا جورا از من خفه نشه تو همین کارا کردی اگر این کارا نمی کردی پدری تو قطعی کی گب زده با پدرت بگم من قطعی لنگری گب زدم ایشا چی خیلی بفهمم پدر دروگو از نچید ای برادر تو در حالتی که نامری مرا داری من قطعی تو گب زدم تو گه مخیری قطعی دیگه کس هم گوش بستک گوش کن تو برای چی دیگه کسا گوش میکنی و دیگه کسا گب میزنی در حالتی که تو قطعی ما گب زدیسته یکمش در حالتی که ما کاری تو را پیش برده استم ما کاری تو را دیده استم خیلی را بفهمیم چی دروغ میگوی قبیسیو اینامی ما زنگت بزنن بگه که بتیمتیش بخشیش آخه تو مجبور تو قطعی ما گب زدی مجبور تو مرا گفتی مردکی را مت را گفتمت که ما خدمت میکنم بیا ما میبرم میارمد همه طرفم ماجه گفتمت کو برادر جون گپ تو من نگفتم یگاش لیکن بعد ایامو ویدیو گفتم ویدیو تا پاسم میکنم ما دیا کسی اونم ما خیلی که بوبل لنگاری خودش گپ زیسای ما گپ توغری ما با ویدیو ویزف خود زنگ زد در درون ماشین بدی گپ توغری سوم پوم در کار نیست خودت گفتی همین گپا نه که انا آدم ساعتای وگا به ساعت 8 بعد یا 9 بعد ما زنگ زد اوخی خیلی دای تو خودت گپ زیسای که خودت گپ زیسای که من برادر گفت من برادر قطیش گپ زد سومی بسیار گفتی تا گفت خدمتش رسید گفت که 100,000 متی ما یه روزه تر ویدیو تا میمونم نه تیگو نه کی ای گوش که تو درو گفته است همینجا تو گفتی که برادر همسادر علی اکبر زنگ زدم علی اکبر همین خیلی گفتگی های من گپ توغری من گپ گفتم نه که من علی اکبر زنگ نزدم من اونجا دیگه آدم نسیم نو دارن بچه بلنو گروه پشا چی دیگه هم بچه نسیم قطعی گپ زدیم با نسیمی بیچاره را تهمت میکنین رحیم پرادکش برآوردن تهمت کی استن با برآوردن نسیم رحیم برادر تهمت کن علی اکبر برادر تهمت کن با نسیم درآورده استن صدقه آدم گرید کنه ترا نه به خدا قسم کو که بابا لنگری من نسیم قطعی راست میگم نسیم قطعی گازه انم رو من خطا کردم که من علی اکبر گفتگیم انم نسیم نم داره باور نکنید زنگش بزن بپرس گفتم اگر بتونی اینو دیگون گپ زدم برای کیدا کو زنگ میزنم گپ میزنم من با ویدیو را روی کاغذ نمودم خراشو ای کی ماده چی رسیده کی ماده خدمت کرده که تا دوجا گفته است که خدمت چا کردگیان خیر ایتاری اوتاری کی خدمتی مرا کردگیه هیچ من خدمت کردی هست نیست من نمیدونم او خیلی چی دروغ میگو بگو که دروغ گفتم در ویدیو تهمت کردم بگو نه علی اکبر خطا کرده هم نواش هم خطا کرده بگو علی اکبر خطا کرده درست گرفتی هم تنازع گرفتی نسیم دارم بچه من گفتم اوخه حوز رحیم پرادکس گفتین حوز علی اکبر گفتین حوز با نسیم گفتین نسیم گفتگیم که لنگری نسیم گفتگیم رحیم گفتگیم هر دیامه دا گفتگیم رحیم پدرجون گفت که من در مسکو من در تاجیکستان نمیتونم انا که گفت که خدم نه تو برای چی بستگ استوب تو برای چی یک کار نو سنجیده یک کار نو فهمیده تو
تو میخیزی در حق من تهمت میکنی که من در تو خدمت کردم. ها؟ تو برو اومده در اسم شریف اینترویو داده استای تو برای چی من خدمت کردگیم در حق من تهمت میکنی و تو خدمت من را با چی نمیگیری؟ اکا من نفهمیدم اونجا نفهمیدم که کی اینا میخواد گپ زدن من قطعی کسوم بود. پریچوم گپ زدن در حالتی که تو نمیتونی که مرا ببروی قطیم گپ زنی سویازده بگوی که اکا اینا میتونم خیلی گپ زیستن برای که اونا همش آدمی اسم شریف پفان همش اونا تلاخ یافتند استفادت بردن لاخ یا لاخی لاخ یافتند استفادت بردن تو برای چی تو مرا زنگ زدی و گفتی اکا جان گوش که مرا تو خشرو مرا گوش که دروغ نگو دایجا تو مرا گشتی گفتی که اکا جان ما ایزا میکشم در یوتیوب بیام هم خیلی بد او بر آمده بلبلکت بلبل واری خوندی که در اسم شریف پوفی را چی خیلی بفهمیم اتا تا دروغگو برو وردی خودت هم سبحان الله چی خیلی اینسونین من نفهمیدم گبزا که همه اینجا میگن که گلوسوم در اسم شریف علیش کرده میگن کی پردل کاکای موندای اوخی تو قطی کی گپ زدی مردکی خوبه مردک تو تازی کی را تو دایجا دروغ گفته استای تو قطی کی گپ زدی تو مرا بگو حاضر دروغ گفته استای من نمیدونم تو قطی ما گپ نزده جکو من قطعی خیلی نمیدونم اینا میخواد اوخی تازی گفته استای پردل که کرده گپورا کی پردل که کای حد کری تا گپ زد بود موزیکام او آدمی که پریدل کاکای او همون آدمای همون بوده اسم شریف من چون میدونم که 3-4 نامر زنگ زدن همون نامر سبحان الله واتساپ دا بعد من همون گفتم که چی میکنم میگیرم که یا پروگرامیست در رفتیم همینجا دین قطعی اینا میگه که 24 ساعته واتساپ سخرانی که او دارید میشه وقتش اتوماتیک اکا همون خرد میگم که مردک نیستی در حیات نه تو مردکی نه اسم شریف فد مردک شما هر دد مردک نیستین فهمیدی شما هر دد مردک نیستین تر که صدقه خدمتت کنه ترا صدقه او نونت کنه ترا صدقه احترامت کنه خستی پدر تا شرمنده کردی خستی خطا شرمنده کردی خستی سمیت شرمنده کردی خستی اینای مردکای با او برونای تاغوت اینای خشتبار تا خستی پس زدی مردنی توری مرد بچه بی مردنت من دیگه ترا چیت بگم اخی من برای بخشش پرسیدنی تکو والله قسم ابسولوت نما زحمت مهنت نمیکشم نه که پروستا در حیات مردک شیدن در کار فهمیدی پروستا در حیات مردک شیدن در کار خلاص مردک شد فهمیدی مرا شانتاژیر وقت کردن مرا ایتکن کی شانتاژیر وقت کرد ادکری تا گبزا اکا مرا فلان زنگ زد بهمدانی زنگ زد 10 ساعت قطعی اسم شریف گب زده یک کینو هندیس کی نقل کردن دکاسا و گب زیسته که من نمیدونم مرا کی شانتاژیر وقت کرد خدا شرم کن از خدا بترس از روز قیامتت بترس این مال ملک ای سرت سبیل میمونه من ترا زنگ زدم جورا تو گفتی کوارتیر هم میشینم کو هم خیلی بد بله بیستا گوش کن تو گفتی که ما کوارتیر هم میشینم امروز در ویدیو گفته است که خونه خشتومن تا خونه کیه ای مردا گام نزدی بودم خانه خشتومن بود مرا فراتر برای گرجدن سوا کردن همین کارو نشید بویلنگاری بعد همونجا زندگی میکرده وقتی که چشید آیا ابشه گده رفتم همونجا زندگی کن نه خونه کی سوخته خونه خشتومنت سوخته همون خونه خشتومن من دختر دوره بچه ندوره همون گفت که اویلا تبلیغ داره خونه کی سوخته خونه همون
خشتومن من میگم تقدر تو برای چی مطرح گفتیم تو نگفتی که خونه خشتومان ماه چی با نگفتی؟ اویلای مرا دو دگش بچه نداره اویلای مرا دو دگه که همینجا بسن زندگی کنینگو من ماسین سوشم رفتگه گده فهمو خونه تو از خونه تو میشود باید او هم خیلی باید برای چی نمیگو که خونه خودم سوختگی هید خراشو نه بچی با نگفتی که خونه خشتومن ما یا کی نگفتی خونه خود ما برای چی نگفتی دروغ گفتی правильно دروغ گفتی یگو کس مردک یک همسایه او مسافر کلانسال 64 ساله برای چی مطرح گفتیم یگو کس مرده تو گفتی نه یک هیچ کس نمرده نه آدمای ما نمورده یک همسایه مسافر آخه ککای راز نیست همسایه ساسد کسی باشه نباشه ما گفتیم کس مرده تو گفتی که او همسایه تون در خونه شما چیکار میکرده اونجا اومده سوخته مرده نه هم ویدیوش هم روی ترگیم بابای لنگری ویدیوش هم ما دیدم تو گفتی که نمرده سوز 100% ما بای پرسیدم گفتی 100% نمرده نه خیز نشد من نفهمیدم البته نمیدونم ممکن گفته بودم که ممکن من نفهمیده باشم ما کنش نپرسیدم ما سر هر یک گردش سر هر یک کار ما میپرسم فهمیدی برادر خدا اسم شریف چه نقل کرده بود؟ چی نقل کرده بود؟ بخشش زیاد در اسم شریف چی نقل کردی؟ در اسم شریف ما یکون گپی چی نامو وقتی پولیا دا بدیم در سازیچینی همون چقدر خودش زنگ زد تلگرام دا گپ زدم خودش زنگ زد او تلگرام دا خودش زنگم زد آخه میگه تو مراجعت کردی پاکو ما دا اوزی می ایامالش بفهمم ای دو رو در روزی که من اتما باید مسکو روی میکردم های در تاکسی کلوبیو یک چی رژیسیون شد یک کامیرا چی شد چیزش که در همون تاکسی همون قطع در اتما قطعی اتما چی گپی زده اومده زنگ زد من همون آدم مرا نگفت که من مقصد آدم اسم شریف من تریم تر من یکون گپ نگفته ولی من گپ زدن گرفتم بعد مرا گشت گفت که من آدم همون اسم شریف کانال داره من تریم من ویدیو را چی کردم در اسم شریف میپردم ترا دستگیری میکنن بعد مرا ایخل گفت من ای اتم قطعی همون مسکو ایامی ولگرد مسکو رفته تاکسی ده قطعی کدوم شینوکش رفته یا قطعی همون رفته نمیدونم اینا باید زنه که دیگه هم بود همون همش بچه بلوگ بود خیلی اما کدامش گفت یعنی حتی من قطعی گرد زده بعد اون مرا شو زنگ زد تخمینا ساعت نه بعد در بود زنگ زد گفت چخیله مرا گفت که همین آدم ها هم بابا جان همین کی را گرد زد همین بابای لنگری گفت که این اندوالیتو را کسالیو را بیمارو را مردو را ایسوسا هم کرد گرد زدن گرفت من گفتم مرا سوم پوم همون آدم گفت اگه نیست یکم پیش هایو گفت بودمش که مرا یک از زنگ زد اینو این بابای لنگری گپ زده که 100,000 متری نه که من نمیدونستم اون کیه چه واتساپ دا بودی سخرانی دوت اودالی چی ده خودش اتوماتی اودالی چی ده من نکی ایره خطون مرا گفته که خیلی واتساپ پیامو زنگ زن رو تو نشان دادن من ایدن خطونش ندم یک آدم دیگه خودش زنگ زد مرا گپ آخه ما استرا سوال دادم که یک از زنگت بزنه بگرد که به تیمارا میتیش آخه نه من نه مردک واری نه بیا مردک واری گپ زنیم نگه که ده جورا آخه مامینتوی هسته که ده حالت که تو دور نمری مرا ده حالت که تو قدیمه گپ میزنی ده حالت که تو قدیمه صحبت میکنی گپ تو اوریه که من امروز شما در 4 بار زنگ زدم تلفنی مرا نبرداشتیم بعد خودش زنگ زد اما آدم خودش زنگ زد گفت که چی میگوی من قطعا بابای لنگریم گفت 100,000 متری گفت من رکلام را سر میتونم ویدیو تا آخه چه خیل ما وید آخه نگوش که کی بود همون یک روز پیش ویدیو تا سر دادن اکتا یک روز پیش بود کچندم چلو مرا دروغ نگو دروغ بسیار نگو گوش که دروغگوی تا نگاه کن که در همه جا تا دروغ گفته سای که تیپا شما ویدیو را ما پارت افتم ویدیو را شما درک ندارین که ویدیو پارت افتم یا که نه پارتم ای الله ترا هدایتت کنه تا گرنی
ای براتان بگو بچه ای که براتان تو گرنی شیطان بدای بعد وخری با پدر باور کن. زنگ زد بگو. باور که نگاه که او بچه وا خورده قطعیتت این مسئله ها یا مسئله هستن که یک عمر نمیخیلی در پیش لوبوی کست سیاه میمونی فهمیدی پروست ای ایرو مردکی نیست فهمیدی مرا فلونچه زنگ زد بهمدون چه من نگفته تا او قطعیت ما و خورده نه او قطعیت ما کدوم آدم یا رفته مسکوا خود رفته باشم گوش که یک کس در مراجعت میکنین ما هم برادر در مراجعت کردگی خیلی وقت ساعت 6 شبه کار بود میکنن دیگه خیلی در کار نیست اگه دفعه با خدا قسم رو تصفید میکنی همه جون کنید برای سوم به دامو ویدیو ما دیدم این قرق سوم جمع شده این قدر سوم جمع شده من ترا گفتم که فیدنه رفته است همین بدبخت همین خیلی کرده است بیا برادر قرار بشه اکا گفتی شلانسی ندارم در پومنونی خورده ندارم اکا خیلی ما گفتم مایلی بگفتم کارم برادر خیلی ببینم آخه تا اگر انسان میبیدی تا اگر رحم در دلت میداشتی جورا یکمش تا همون زمان میتونستی که مرا حداقل زنگ بزنی بگوی که بابای لنگری سلامت باشی رحمت دو در یکی حداقل نه که هر یک از نیتش خبردار از پروردگار فراموش نکن که جورا تا نیتی تا دیگه بدهی فهمیدید نیت تو نشکر بنده ای شریف چه خیبت بمونم امی اسم شریف چه خیلی دات 13 برآمد با تلگرام یک کس گفتم اینو میام زنگ زد گفت که تو در زنگ میزنم من در همون زنگ نزد پگش در زنگ زد من در همون زنگ نزد این ساعتای 9 بعد شب بود من در همون یک چی کامیرا چیش بود یا چیزش بود من در زنگ زد گفت زنگ قطعش بعد پگش در اسم شریف خودش تلگرام در برآمد давай پنوتون با خدا نگهبانتون شد مردک شد ده حیات مردک بخشش میپسم اگر همه چی کاری کارشون دیگه بخشش چی نمیکنم بخشش کلانه давай خدا نگهبانت باشه مردک شد محلی تاقا خدا نگهبانت باشه تاقا